الله سبحانه و تعالی بعضی قصه ها را نقل کرده است که الله تعالی اصحاب کهف را 309 سال در غار خواب کردند و بدنهای آنها را زمین نخورد. بعد 309 سال با بیدار شدند. این کرامات اولیاء است. اونها پیغمبر نبودند که معجزه گوییم. اونها آدم‌های یگانه پرست بودند. وقتی که شاه زمانشان وارد شد مردم سجده میکردند. به درآمد و قدوم پادشاه آنها سجده نکردند. 7 نفر بودند. بعد پرسید که اینها کی هستند؟ گفتند که ما فقط به الله تعالی سجده میکنیم. غیر الله تعالی به دیگر کسی از مخلوقات سجده نمیکنیم. گفتند که بعد حکم آنها را حکم قتل داد که آنها گریختند و الله تعالی آنها را قوت داد و گریختند و به یکی از غارها پنهان شدند و در آمده خسته شده خواب کردند. خستند که 309 سال از بین گذشتگی است. این کرامات است.